جادوی مدیتیشن بر سلامت بدن. آیا با مدیتیشن میشه با احتیاط مقابله کرد؟ آیا اصلا در اختیار ماست که تو مغز خودمون تغییراتی ایجاد کنیم؟ ثابت شده که مدیتیشن و ذهن آگاهی در واقع میتونه به کاهش اضطراب و استرس کمک کنه و البته در کنار این آرامش ذهنی میتونه به آرام کردن بدن کمک کنه، تنش رو از بین ببره و شما رو در یک حالت آرام قرار بده که احتمال خواب راحت‌تر براتون مهیا باشه. در واقع مدیتیشن بر پایه ذهن آگاهی بر نواحی از مغز که با مراکز توجه، تمرکز و افزایش قدرت حافظه، آگاهی و هوشیاری بدن و همینطور تنظیم و تغییر دیدگاه و احساسات عاطفی مرتبطه تاثیر میذاره. اما مدیتیشن به سادگی نشستن روی زمین و گذاشتن پاها رو هم و بستن چشم‌ها نیست. نتایج علمی به از مطالعات مختلف مزیت‌های مدیتیشن رو بر بهبود ساختار فیزیکی مغز و عملکرد قلب و سلامت کل بدن رو ثابت میکنه. در واقع همه چیز از مغز شروع میشه. مدیتیشن به معنای واقعی کلمه امواج مغزی شما رو تغییر میده. مغز افرادی که سالها تجربه مدیتیشن دارن دارای سطح بالاتری از امواج آگاه هست که احساسات منفی، تنش، غم و خشم رو کاهش میده. 80 تا 100 میلیارد نورون در مغز هر انسان وجود داره و هر یک از اینا میتونن هزاران ارتباط با نورون‌های دیگه ایجاد کنن که منجر به تشکیل شبکه پیچیده‌ای از صدها تریلیون سیناپس میشه که سلول‌های مغزی رو قادر میکنه با همدیگه ارتباط برقرار کنن. درست شبیه یک شبکه کامپیوتری که از تریلیون‌ها ترانزیت ساخته شده که هر کدوم بسته به روشن یا خاموش بودنشون اطلاعات خاصی رو انتقال میدن. مدیتیشن در واقع میتونه روند پیری رو در مغز شما کند کنه و کاهش حافظه مرتبط با افزایش سن رو هم کاهش بده. تمرین وضوح تفکر و بهبود توجه میتونه به شما کمک کنه ذهن خودتون رو جوان نگه دارید. مطالعات نشون داده که مغز افرادی که مدیتیشن میکنن دارای ماده خاکستری متراکمتر و ضخیمتری هست و این مشخص میکنه مدیتیشن میتونه از نازک شدن قشر پیشانی مرتبط با افزایش سن جلوگیری کنه و اونو کند کنه. قشر پیشانی بخشی از مغز هست که به شکل‌گیری خاطرات کمک میکنه. به عبارت دیگه مدیتیشن بسیاری از مضرترین اثرات پیری رو در مغز مهار میکنه تا برای سالهای آینده ذهنی سالمتر و سازنده تر داشته باشیم. میدونیم که با بالا رفتن سن افراد مسن درگیر مشکل فراموشی میشه، اما جالب اینجاست محققان متوجه شدن که مدیتیشن کننده های 40 تا 50 ساله همون مقدار قشر خاکستری در مغزشون دارن که افراد 20 تا 30 ساله. این نتایج نشون داد که با مدیتیشن منظم این افراد ماده خاکستری بیشتری ایجاد کردن و حجم مغز اونها با گذشت زمان ثابت بود. همینطور علاوه بر مبارزه با کاهش حافظه طبیعی مرتبط با افزایش سن، مدیتیشن اصولی میتونه تا حدی حافظه رو در بیماران مبتلا به زوال عقل هم بهبود بده. این مطالعات مشخص کردند که تمرینات روتین ذهن آگاهی و مدیتیشن علاوه بر افزایش حجم مغز، شکل فیزیکی مغز شما رو هم تغییر میدن، مخصوصاً در 4 ناحیه از مغز، از هیپوکامپ تا محل اتصال تمپورو پاریتال. هیپوکامپ ساختاری به شکل اسب دریایی که مسئول یادگیری، ذخیره‌سازی خاطرات و تنظیم احساسات هست. با وجود اندازه کوچیک، هیپوکامپ شما نقش مهمی در عملکردهای شناختی حیاتی مثل حافظه و یادگیری داره. بدون هیپوکامپ شما حتی نمیتونین اسم خودتون رو به خاطر بیارین. محققان آموزش مدیتیشن متوجه شدند که بعد از 8 هفته کوتاه تمرینی، شرکت کنندگان در این تمرین هیپوکامپ ضخیمتری دارند که به معنای یادگیری سریعتر و حافظه بسیار کارآمدتر هست. و اتصال تمپورو پاریتال
یا همان محل اتصال آهیان گیجگاهی در مغز. ناحیه‌ای هست که لوب‌های گیجگاهی و جداری به هم میرسن و این ناحیه مسئول ایجاد احساسات همدلی و مهربانی هست. ولی از طرف دیگه این نتایج نشون داد ناحیه‌ای که حجم مغز در اون کاهش پیدا کرده آمیگداله که ماده خاکستری کمتری داشت. آمیگدال ساختاری بادامی شکل متشکل از گروهی از سلول‌های مغزی هست که در پردازش احساسات، به ویژه احساسات منفی مثل ترس، اضطراب و استرس نقش داره و مسئول ایجاد واکنش فرار یا مبارزه در موقعیت‌های چالش‌زا است. در اینجا کاهش ماده خاکستری با تغییرات در سطوح استرس مرتبط بود. یعنی هرچه آمیگدال شرکت کننده ها کوچکتر می شد، افراد استرس کمتری رو احساس می کردن. در واقع مدیتیشن و ذهن آگاهی با کاهش حجم و کاهش فعالیت در این ناحیه از مغز و البته کاهش ترشح هورمون کورتیزول واکنش ما به عوامل استرس‌زا رو کاهش میده. در افراد مبتلا به اضطراب این قسمت از مغز توسط قسمت دیگه ای از مغز به نام قشر پیشانی تنظیم میشه که این بخش از مغز مسئول تفکر منطقی یا عملکردهای اجرایی هست. ذهن آگاهی همینطور میتونه به آموزش قشر جلویی مغز کمک کنه تا آمیگدال رو بهتر تنظیم کنه و بنابراین شدت واکنش‌های استرسی رو کاهش بده. در واقع با مدیتیشن مکرر این امکان وجود داره که شکل مغز و البته عملکرد اون رو تغییر داد. مغز شما پر از سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده‌ای به اسم شبکه حالت پیش‌فرض یا دیفالت مود نتورک است که به صورت مخفف DMN گفته میشه. این مجموعه بزرگ از ساختارهای عصبی در بخش‌های مختلفی از مغز شما قرار داره و انواع عملکردهای شناختی از ایجاد خودخواهی تا حافظه تصویری رو کنترل میکنه و به بیان ساده DMN به شما کمک میکنه گذشته، آینده و افراد اطراف خودتون رو تشخیص بدید. بنابراین شما واقعا نمیتونید بدون اون زندگی کنید. اما DMN شما همیشه دوست شما نیست. یه شبکه بیش فعاله که منجر به چیزی به اسم سرگردانی ذهنی میشه. سرگردانی ذهنی زمانی اتفاق میفته که مغز شما تو چرخه‌ای از نگرانی‌ها و تردیدها گرفتار میشه. این احساسات مستقیما از DMN شما میاد و واقعا میتونن شما رو دچار مشکل کنن. خوشبختانه مطالعات نشون داده که مدیتیشن میتونه در کاهش فعالیت منفی در DMN هم مؤثر باشه. مدیتیشن و تمرینات ذهن آگاهی این شبکه عصبی رو کند میکنه و شما رو تشویق میکنه که روی زمان حال تمرکز کنید و زمان کمتری رو صرف نگرانی در مورد گذشته یا آینده خودتون بکنید. علاوه بر این مدیتیشن و ذهن آگاهی میتونه بر سیستم عصبی خودمختار تاثیر بذاره که عملکردهایی مثل ضربان قلب و فشار خون رو کنترل میکنه. این سیستم دارای دو بخش اصلی هست. سیستم عصبی سمپاتیک که وقتی تحریک میشه واکنش‌های مبارزه و فرار رو ایجاد میکنه و سیستم عصبی پاراسمپاتیک که عملکرد استراحت و هضم ما رو کنترل میکنه. مشخص شده که تمرینات ذهن و مدیتیشن باعث کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و در نتیجه افزایش توان سیستم عصبی پاراسمپاتیک و استراحت میشه تا فشار خون و البته فشار بر قلب رو در طول زمان کاهش بده. فشار خون بالا باعث میشه قلب برای پمپای خون سخت‌تر کار کنه که میتونه منجر به عملکرد ضعیف قلب بشه. فشار خون بالا همچنین منجر به بیماری تصلب شریان یا آترو اسکلروزیس میشه که ناشی از باریک شدن و مسدود شدن شریان‌ها و رگ‌ها هست که میتونه در نهایت منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی بشه. به نظر میرسه که مدیتیشن با آرام کردن سیگنال‌های عصبی که تنش رگ‌های خونی مرتبط با عملکردهای قلب رو هماهنگ میکنه و پاسخ مبارزه یا فرار
که هوشیاری رو در موقعیت‌های استرس‌زا افزایش میده، فشار خون رو تنظیم میکنه. علاوه بر کاهش فشار خون، این تمرین‌ها میتونن بر نظم ضربان قلب شما هم تاثیر بذارن که در واقع نقش مهمی رو در انتقال صحیح اکسیژن و دی اکسید کربن در سراسر بدن بازی میکنن و به این ترتیب خطر ابتلا به بیماری‌های قلب عروقی رو کاهش میده. مدیتیشن برای مبارزه با اعتیاد هم میتونه کمک کننده باشه. در واقع میتونه گیرنده‌های مغزی مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر و الکل رو تغییر بده و میل به این مواد رو کاهش بده. همچنین مدیتیشن و تمرکز حواس میتونه آگاهی شما رو از هوس‌ها افزایش بده و به شما امکان بده که اونها رو بهتر کنترل و مدیریت کنید. مدیتیشن در واقع چیزی بیش از یک فرایند ذهنیه. اگه مدیتیشن رو به طور منظم تمرین کنید، میشه هم درد روحی و هم درد جسمی رو کاهش داد. در یک برنامه جامع مدیریت درد به این نتیجه رسیدن که مدیتیشن میتونه احساس درد رو در افرادی که از درد مزمن یا حاد جراحی رنج میبرن کاهش بده و کیفیت زندگی رو بهبود بده. اونها متوجه شدن که مدیتیشن به طور مستقیم بر مکانیزم‌های درد در مغز شما تاثیر میذاره. چون درد از بسیاری از جهات یک فرایند ذهنیه. یعنی در حالی که آسیب چیزی نیست که شما بتونین اون رو کنترل کنین، تجربه شما از اون آسیب میتونه تو مغز شما رخ بده. پس اگه بتونین حالات روانی خودتون رو کنترل کنین، ممکنه بتونین درد خودتون رو هم کنترل کنین. در واقع ذهن آگاهی به توانایی بیشتر برای کنار اومدن با درد موثر. این به معنی درمان آسیب نیست و درد رو به طور کلی از بین نمیبره. فقط شدت احساس درد رو میشه کاهش داد که میتونه برای کمک به مقابله با درد مزمن بسیار مفید باشه. اما به نظرتون محرک اصلی همه این تغییرات در مغز ما چیه؟ برای مدت طولانی اعتقاد بر این بود که بعد از اینکه مغز یک کودک به طور کامل رشد کرد، تنها چیزی که میشه برای آینده اون پیش بینی کرد کاهش تدریجی اندازه و قدرت مغز با بالا رفتن سن هست. ولی در واقع مغز ما در تمام طول زندگی رشد میکنه و در حال کار هست و علاوه بر این با عوامل و شرایط مختلف هم سازگار میشه و تغییر میکنه. این پدیده که نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی نامیده میشه، به این معنی هست که ماده خاکستری میتونه در سراسر عمر و در واکنش به شرایط مختلف ضخیم‌تر یا نازکتر و کوچکتر بشه. ارتباطات بین نورون‌ها را بهبود ببخشه، ارتباطات جدیدی ایجاد کنه و قدیمی‌ها رو ضعیف کنه یا حتی به طور کلی اونها رو از بین ببره. امروزه میدونیم که رفتار روزمره ما به معنی واقعی کلمه مغز ما رو تغییر میده و به نظر میرسه که همون مکانیزم هایی که به مغز ما اجازه میده مهارت های جدیدی مثل زبان یا ورزش های جدید رو یاد بگیریم میتونه به ما کمک کنه یاد بگیریم چطوری شاد باشیم. مغز انسان در واقع به 3 روش برای حمایت از یادگیری چیزهای جدید تغییر میکنه. اول به کمک یک ماده شیمیایی، انتقال سیگنال‌های شیمیایی بین نورون‌ها که با بهبود یادگیری کوتاه مدت مرتبط. یادگیری کوتاه مدت برای حافظه یا مهارت‌های حرکت. دوم، از طریق تغییرات ساختاری، تغییرات در ارتباط بین نورون‌ها که با بهبود یادگیری بلند مدت مرتبط است. این به این معنی هست که مناطق مغزی که برای رفتارهای خاص مهم هستند میتونن ساختار خودشون رو تغییر بدن یا بزرگتر بشن. این تغییرات نیاز به زمان بیشتری دارن تا اتفاق بیفتن که این روند اهمیت تمرین اختصاصی رو روشن‌تر میکنه. و سوم، از طریق تغییرات عملکردی به معنی افزایش تحریک‌پذیری یک ناحیه مغز در رابطه با یک رفتار خاص. در اصل هرچی بیشتر از یک ناحیه خاص از مغزمون استفاده کنیم، استفاده مجدد از اون بخش آسان‌تر میشه. اگه این حقیقت رو بپذیریم که سلامتی ما مهارتی است که میشه اون رو پرورش داد، بدیهیه که مدیتیشن هم نوعی ورزش هست که برای مغز ما طراحی شده. ما عادت داریم که مغز خودمون رو به خاطر عوامل مختلف مثل ناتوانی در به خاطر سپردن،
به خاطر ایجاد احساس بد در ما و یا به خاطر کند بودن سرزنش کنیم. مثل اینکه مغز یه حاکم دمدمی مزاجه که بقیه اعضای بدن ما بدون توجه به هر اتفاقی باید از اون پیروی کنن. ما از پذیرفتن مسئولیت سلامت مغز و شادی ذهن خودمون فرار میکنیم. اما اگه این کار رو نکنیم میتونیم تجربه کنیم که این اندام خارق العاده تبدیل به یک دوست واقعی و وفادار برامون میشه تا یک دشمن ابدی. ما میدونیم برای اینکه بتونیم یه مسابقه 10 کیلومتری رو بدویم یا یه حرکت کششی انجام بدیم باید به طور منظم ورزش کنیم. اما ما این صبر و تمرین رو در مورد مغزمون نداریم. وقتی مغز ما فوراً نتیجه نمیده عصبانی میشیم یا ناامید و تمرین رو به تعویق میندازیم یا کلاً قطعش میکنیم. همونطور که گفتم مغز انسان به شدت پلاستیکی و انعطاف پذیره که روزانه ارتباطات عصبی جدیدی ایجاد میکنه. اما این شبکه‌های پیچیده باید از طریق رفتار ما تقویت و تثبیت بشن. در غیر این صورت بعد از اینکه رشد میکنن کند میشن و در نهایت از بین میرن و ناپدید میشن. مدیتیشن میتونه شما رو آروم کنه و احساسات شما رو در کوتاه مدت تنظیم کنه. مدیتیشن حتی میتونه اعصاب شما رو سالها بعد از توقف تمرین هم آروم کنه، چون در واقع مغز و سیستم عصبی شما به مرور و با تمرینات روتین یاد میگیره و به خاطر میاره که چطوری خودش رو آروم کنه و این ورزشی هست برای مغز و ذهن که تاثیرات ماندگاری بر بدن و ذهن شما خواهد داشت. درست مثل ورزش کردن که میتونه عضلات شما رو رشد بده و سلامت کلی شما رو افزایش بده، به نظر میرسه که مدیتیشن هم میتونه راهی برای تمرین مغز شما با مزایای سلامتی بیشتر باشه. از نظر ذهنی هم میدونیم که مدیتیشن یک راه عالی برای تقویت تمرکز و هوشیاری شماست. همینطور بر نگرش و حستون نسبت به زندگی، رسیدن به حس شادی در رویدادهای غیرمنتظره و کوچیک و مهمتر از همه اعتماد به نفس پایدار موثره. مدیتیشن و ذهن آگاهی به شما کمک میکنه که توجه خودتون رو بر اساس اولویت‌های زندگیتون تغییر بدین، سریعتر یاد بگیرین و برای مدت طولانی‌تر در کاری که میخواین بمونید و متمرکز باشید. همه اینها عالیه، اما به نظرتون اصلا چطوری میشه شروع کرد و ذهن آگاهی و مدیتیشن رو به صورت یک روتین روزمره توسعه داد؟ از شروع کردن و شروع کار کلیدیه. برای شروع میشه با انجام چند تمرین تنفسی ساده که بیشتر از 1 تا 5 دقیقه طول نمیکشه، آسان و کوتاه شروع کرد و این کار رو چندین بار در طول روز انجام داد تا روند عادت کردن شروع بشه. ولی میدونیم که فراموش کردن عادتهای تازه به مراتب آسان و ممکن. بنابراین یک استراتژی رایج برای ایجاد یک عادت تازه اینه که به صورت آگاهانه اون رو به یک بخش دیگه ای از برنامه روزانه خودمون متصل کنیم و با اون ادغامش کنیم. یعنی اینکه مثلا پس از کارهای روتین و روزانه مثل مسواک زدن یا شستن دست و صورتتون 2 تا 5 دقیقه رو برای تمرین مدیتیشن یا یک تمرین تنفسی ساده اختصاص بدید. توصیه میکنم مدیتیشن رو حتما امتحان کنین و تجربه کنین که زندگی شما رو چطوری متحول میکنه. به هم بگین که آیا مدیتیشن میکنین؟ اگه جوابتون بله هست پس چه احساسی به شما دست میده؟ و اگه نه، این ویدیو به نظرتون براتون مفید بود و باعث شد که نظرتون رو عوض کنین؟ حتما نظرهاتون رو برام کامنت کنین و اگه این ویدیو براتون مفید بود با لایک و سابسکرایب کانال من رو حمایت کنین و برام بنویسین که دوست دارین راجع به چه موضوعهای دیگه‌ای با هم دیگه صحبت کنیم. و یادتون نره که هوای بدن و مغزتون رو داشته باشین و با خودتون دوست باشین و خیلی هم مراقب خودتون.